آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل و یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان در امریکا حادثه ترافیکی کرد. آیا به واقعیت آریانا سعید وفات کرده است؟ آریانا سعید و حسیب در کدام کشور زندگی می کردند و مصروف چی کار باری بودند؟ دلیل دوری آریانا سعید از هنر موسیقی چیست؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. آریانا سعید هنرمند بی‌بدیل یکی از صداهای ماندگار در هنر موسیقی افغانستان است. آریانا سعید آهنگ‌های فراوانی برای دوستداران و طرفداران صدایش سروده است که تاکنون آهنگ‌های آریانا سعید ماندگار در هنر موسیقی افغانستان است. آریانا از سن نوجوانی علاقه فراوانی به سرودن آهنگ داشت، ولی مدت می شود کاملا از هنر موسیقی بدور است. آریانا اولین هنرمند زن افغان در نسل جوان است که آهنگ‌هایش را به صورت زنده در برنامه‌های موسیقیش اجرا می کند. بانو آریانا سعید مدت می شود در امریکا به کارهای سیاسیش پرداخته است و کاملا از کارهای هنریش بدور است. تازه تصاویر آریانا در صفحات مجازی نشر می شود که وی در کشور امریکا حادثه ترافیکی کرده است. اما تاکنون حقیقت این ماجرا به گونه‌ای واضح و آشکارا از طرف حسیب سعید نامزدش و آریانا سعید معلوم نیست، ولی آریانا در امریکا بر علاوه نهاد برای دفاع از حقوق زنان که ساخته است، برند از لباسهایش را دوباره ساخت. من آرزوی موفقیت، کامیابی و سعادت برای این هنرمند از بارگاه عزت الله عزال تمنا دارم و در انتظار نشر تازه ترین آهنگ ها از بانو آریانا سعید خواهیم بود. دوستان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای عضو شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درودی دیگر تمام شما نازنینان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.